سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از شایان گیمر. بچه ها امروز بخوام یه برنامه بسیار عالی بهتون معرفی کنم، برنامه WPS اپ یا به اصطلاح VPS اپ. خب بچه ها میخوایم یه وای فای باش هک کنیم که از نظر خود سازنده برنامه نمیشه هک حسابش کرد. خب یه برنامه برای مدیریت خود وای فای. خب بچه اول از همه این دکمه رو حالا میخواید بزنید نده، چون اصلا نمیشه VPS فیلتر. حالا ما نمیزنیم. خب لیست یه سری وای فای است. خب اول من یه چیزی بهتون توضیح میدم. بچه ها این وای فای اولیه که میبینید علامت تجربه، خب این یعنی یا هک میشه یا هک نمیشه. خب بعدش طبق تجربه ای که من دارم به احتمال 99% هک نمیشه. خب این رمضان که میبینید تیک خورده به احتمال 30% هک نمیشه و این وای فای سومی و چهارمی که میبینید به احتمال 100% هک نمیشه. خب حالا این VPS فیلتر چیکار میکنه؟ اینو میکشید پایین. وای فای که فقط علامت تعجب و تیک دارن رو واسهتون میاره دیگه، اون ضبط ها نمیان. خب ما این یارو رو بریم هک کنیم. خب اینا میشه عوض کرد ولی به نظرم عوضش نکنید بهتره. خب 4 تا گزینه هست. گزینه اول کانکت ویف کی میگه رمزشو بزنه و وصل شو. کانکت ویف پین یعنی اینکه شما هکش کنید یه جوری. کاستوم پین هم که نمیدونم چیه، بک هم که خودتون میدونید. خب کانکت ویف پین رو میزنیم، اینو میزنیم. خب اگه گوشیتون روت باشه کانکت روت رو بزنید بچه ها، که بعد اینکه هک بشه رمزش هم بهتون نشون میده. خب کانکت نو روت اگه بزنید، اونه که گوشیشون روتن یا مثلا اگه گوشیم روت نیست رمز آخرش نشون نمیده چون گوشیتون روت نیست دیگه. حالا همیشه این هم روشن کنید، من روشنش میکنم. خب کانکت نو روت رو میزنیم، ثبت میکنیم که هکش کنه. بچه ها همچنان هنوز داره هک میکنه. هک شد. خب بچه وقتی که هک میشه یه همچین چیزی واسهتون میاد که میشه اگه روت بودین. خب میتونید رمزش هم بفرم. خب ما کامیونیتی میزنیم. بعد اگه میخوایم بفهمیم که چند نفر به این دستگاه وصلن میریم تو این قسمت یه میریم میکشیم پایین. خب مثلا الان اینجا 4 تا دستگاه وصله که اولیش خود روتره، اینم آدرس آی پیشه، میشه رفت آدرسش دید. فکر کنم مکانه نمیدونم چیه، یه سری داره. خب این خود روترشه، دیلینک مدل دیلینک دستگاه منه، یه دستگاه سامسونگ و یه دستگاه هواوی هم وصله. خب که اینجا مدلشون رو نمیزنه. خب بعد اینجا میفهمم که چند تا دستگاه متصل داره. اینجا هم که بچه من اصلا خودم نمیدونم چیه این، فکر کنم میزان بالاترین سرعتش فکر کنم نشون میده، والا خودم نمیدونم چیه. خب دوستان خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. به کانال شایان گیمر در آپارات ببینید بچه ها، اون گزینه دنبال کردن رو بزنید لطفا. من شدیدا نیاز به دنبال کننده دارم. خب بعد ویدیو رو لایک کنید اگه خوشتون اومد. خب هیچ اصراری نیست. کامنت حتما بزنید بچه، خیلی دوست دارم کامنتاتون رو ببینم، چه نظرهایی دارین. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. خدا نگهدار.